میدانی که پدرم در این خانه خودکشی کرده بود. کودکی که پدری مرده‌اش را با آغوش میگیرد این چه معنا دارد میدانی؟ تمیر. البته دشوار است. آیا اینها بسیار نیستند؟ نه. البته حالا تو میگویی که این شخص تا امروز در کجا بود؟ فکر و عقیده‌اش چی بود؟ یک سخن است. قصد خوراک می باشد که روغن زیتون را دارد و اگر خنک باشد تناول کرده می شود، به سلامتی فایده دارد. همین خیل می گویند. این را کدام پلید گفته است؟ آن وقت من قوه گرفتن قصد را نداشتم. همش را از اول سر کردم. از سحر تا بیگاه کار کردم، تنها به خاطری به چنین روزها رسیدن. مقصدی من در یک شب گرفتن جانی کمال نیست. اگر این طور معقول می بود زود اجرا می کردم. این یگان مشکلی ندارد. پدری من چرا اثر گذرانیده باشد او هم مانندش را می بیند. فرزندانش باشد آنچه را من اثر گذرانده باشم آن را می بینند. به خون خون و جان جان. موضوعی جناب کمال نیست، بلکه موضوعی خدا رحمتی پدرش است. به او نه تنها شرکت میراث مانده است، نسبش هم میراث مانده است. تا امروز با نسبی ای پیکچی کیف و صفا کرد، حالا باشد جبر و جفایش را میکشد. انا همین خیل تو بچه ها را با جای گفتم بیار و به دیگرش دخالت نکن. آن طرفش کاری من، فهمیدی؟ جناب عزیز، من این را چی خیل کنم؟ آیا از عهده‌اش میبر آمده باشم باز ناگهان نقشه شما را ویران نکنم؟ تمر بفرمایید. شیر بچه، من دا تو باور میکنم. همین طور نیست؟ من دا تو باور میکنم. تو باشی کمی به خودت باور کن. از عهده‌اش میبرایی. برف. салом хонум Оиша, ман Нилгунам. Нилгун Ипекчи. мехоҳам ки бо Камол ба тамос бароям. медонам маҷлис дорад. ин бисёр муҳим аст. бояд дастрас намоям. макони маҷлисро фаромӯш кардам. фаҳмо. ташаккури зиёд. ту чӣ кор мекунӣ, Нилгун? تو چی کار میکنی نیلگون؟ جناب خوش آمدید. میز سفارش دادهتان آماده است، اما حالا مهمانتان نآمده است. برای شما جای خیلی خوب را انتخاب کردم. تشکر. سلامت باش. هنگام انتظار شدن شاید یگان چیز بنوشیم. چیزی نوشیدن نمیخوام. همین قدر میترسی کمو؟ چی گفتی؟ بزند به خدا که چی گفتی؟ مجلس دارم گفتی یا با یکی از مشتری خوراک میخوریم گفتی؟ مثلا اشتراک ما رو نیز هم گفتی؟ سفسطه میگویی. حاضر میآیم. من آمدنت رو انتظار نبودم. به هیجان افتادم. حاضر از هوش میروم. آرام شو. من خواستم که با تو روبرو صحبت کنم. من تو رو گناهکار نمی کنم برای اون که تو مرا بازوری یگان کار نکننده ای. اما من معاف شدم صدف. اون شب باید نمیشد. من از حادثه اون شب تماما پشیمان نیستم. ولی من پشیمانم.
ҳоло бошад илтимос мекунам ки ба ман занг назан, маро нороҳат накун, паёмак равон накун. хулас ту аз ҳамаи ин дасткаш Садаф. ман ҳеҷ гоҳ аз баҳри ту намегузарам мерд. صدف بیا سر کنی. ман бояд ба саҳна бароям. мерд, илтимос ақаллан суруди аввалро гӯш кун. барои ту мехонам. Садаф, илтимос. تو از روزی اول تنبلی کردی. آخر امروز کار کردنی بودی. خواطر نشو، پگاه 2 مرتبه زیادتر کار میکنیم. کمی موسیقی گوش کنیم بعد است مگر انا اینجا. ها. تو یگان بار شبانه به سیر استانبول برآمده ای؟ نه. یعنی هیچ احتیاجی نبود. من حیات شبانه رو دوست نمیدارم. این طور باشد رفتیم عادت میکنی. رفتیم. Bana öyle bakma, anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya, bizi anlamayacaklar. Bana öyle yaklaşma, öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya, bizi anlamayacaklar. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş bu. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş bu. تو میدونستی که مرد در اینجاست. Bana öyle نه نمیدونستم. باور کن نمیدونستم. anlayacak. بیا این خیلی باشد از اینجا رویم. باز یگان جنجال سر نشود. میبینم که نقش های بد شدند. Bu Buyur. dünya گوش کن. bizi مرا چیزی ناراحت نمی کند و ما برای گوش کردن موسیقی آمدیم. گوش میکنیم. التماس. böyle yaklaş, به همین هم اینجا با من آنقدر پسند نیست. بیا بهترش از اینجا رویم. böyle dokun. گوش کن، من از چیزی شرم نمیدارم. باید اینجا مرد شرم دارد. اگر در کار باشد او رود. حاضر اگر من به بیرون برایم دلم میکفد. Anlamayacaklar. خواهش میکنم مرا همراهی کن. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş bu. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş bu. Bana öyle bakma, anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya, bizi anlamayacaklar. менашем. نیلگون؟ تو در اینجا چی کار داری؟ مجلستان رو ویران کرد.